ساربان را ما هنگام مشق سرود نوبتی در جای همیشگی دوست داشته‌اش در اتاق معده کاری نسلی اسباب برقی سینتزاتور یافتیم. با شفق سرود را زمزمه می‌نمود. چون در عائله هنرمند به وی رسیده است، مهر صنعت در دلش از خردی جای گرفته بود. پیشتر با توی ها میرفتم، با محفل ها میرفتم، پدرم هم خیلی مجبور میکردم، زورا میزدم که پدر جون من را با امروی خود برید، منم میخواهم که مثل شما شوم. مثال گپ در مبین خلق پدرم رو میدم که یک خودشون مثال گپ در محرکه برآمده میدان از دلیر است میگویند، دلی تمام اون مردمان رو به خود جلب کرده میتونست فهمونده پدرم. من خیلی کوشش میکردم که با مثل پدرم مثال یک آوازخوان خوب شوم. پدر ساربان آوازخوان شناخته سبحان سیدов ابراز می‌دارد که به موسیقی و نواختن اسباب میل داشتن فرزندش را می‌دانست. لیکن آوازخوانی پسرش برایش حادثه ناگهانی بود که خیلی از این شاد شد. اگر خیلی یک حساب گیرم، اگر 3-4 سال شد که فرزندای من در همین راه هستند، در این 3-4 سال پس من اهمیت هم نمیدونم که اینا در همین کار شغل دارن یا که لیاقتشون هست. و در مدت همین 3-4 سالی که من راستی گپ خودم بیمار بودم، من در 3-4 سال در بیماری گرفتار هستم، همین فرزندا یک قله در رسیدن که من خودم نمیگم که قله عرش در رسیدن، لیکن در یک جایی رسیدن که من خودم در حیرت موندم. ساربان اول تبلک مینواخت. تبلک چی بود؟ من فکر میکردم که ممکن ساربان من همین خیلی تبلک چی میشد، خیلی ممکن دفنواز خیلی میرود. صنف هفتم یا صنف هشتم میخوندم. برادرم جمشید جان دفنواز تبلک نواز که هستن، با من با تبلک مهر بستم و با این قصر جوانان این از باغ اسپارتاک و میرفتیم مشق میکردیم. در استاد کریم خال داشتیم، استاد کریم اکا، و 2 سال زیاد باز تبلکچی بودم. بعد از این برادرم امیرشاه اسباب سینتزاتور الکترونی رو مینواخت و من هوس میکردم که چرا من نمیتونم این رو نواخته، برادرم میتونه، من که تبلک رو میتونم. بعد شیشتم بعضا میکفتم، فقط میکفتم اسباب رو این طرف و طرفشون رو میکفتم، نواخته نمیتونستم. بعد سونی با پدرم اکاردیون آوردن، اکاردیون رو چسبیدم، اکاردیون رو خیلی خوب یاد گرفتم. خیلی در دل همین پسر صنعت جا شد که از عهده همین کار برآمد و من دیدم که همین دستاش کلیکای همین پسر بسیار در همین کلاویشای گویم که پیانین یا که من همین امروزه سینتزاتور که ما میگیم اسبابای برقی شینم است و من همین اسبابی که حاضر دیده ایستادید من برای همین ساربان گرفتم. دریا 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 مرا به ساحل برسان، دنیا 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 مرا به آدی برسان. دریا 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 که دریا با اکنون پدر و پسر بیشتر با هم کار میکنند. ساربان به هر یک گفته پدر و به سبک خوانشی او تکیه میکند. این است که در ابتدای آموزش تنها سرودهای پدرش را میسرایید. حاجی اسدالدین نجمیدین کم و بیش، استاد ظفر نوزین، استاد احمد زهیر و بسیارتر از پدر خودم میسرایم. کرامت الله را دوست میدارم، شادروان استاد کرامت الله قربانو.
ساربان را با آزمون آوازی طلایی اولا میل و خواهش و سپس دستور و هدایت پدر آورد. در آغاز با دودلگی به آزمون آمدم. یادآور می شود ساربان. در تلویزیون می دیدم آواز طلایی رفته ایستاده است، بچه‌ها برآمد کرده ایستادن. با من با خودم هم خیلی الهام پیدا کردم، گفتم که با پدرم گفتم پدر جون شما میخواید که من را در همین آواز طلایی اشتراک کنم؟ پدرم گفتن که اگر از خودت باور داشته باشی راه. در فکر ما هم نبود که ساربان در همین آواز طلایی اشتراک میگیره. قریب یک چند مدتش گذشته بود. قریب که گویم که همین یکم تور میگوید، یکم تور یک 3-4 روز ماندگی بود. یک روز ایستاد و گفت که پدر من نمیشد که در همین آواز طلایی اشتراک کنم. ما گفتم باشه جون اگر از خود باوری داشته باشی با قول پیرو میگن که میدان از دلیر است مرحمت. ما قشلاق رفته بودیم، بعد هر رفته بودیم با همراه پدرم از بانیسا برآورده بودیم، نو برآورده بودیم. بعد دو روز ماندن قبل با آواز طلایی قبول نمیکردن دیگه. رفتم امضا کردم، نام‌نویس کردم خودم رو. بر وقتی روزی برف و بارون یک جایی بریده بود. رفتم سونیش بعد برآمد کردم با صدای آواز زنده به موسیقی. تو امروز یار ناپیدا نمودی، مرا شرمنده دنیا نمودی. خوندم گذاشتم، پس از 20 روز بود می، یک 15 روز بود می. من با پدرم تلفن کردم، گفتن که پسرت گذشت به دور دوم. باور کنید خیلی خرسند شدم، باور نداشتم که به این دور فینالی میگذارم. شرکت در آزمون آواز طلایی یک شب ای بی وفا یاد از منی مجنون کنی. محاکمرانی داوران هیجان زیاد هنگام سراییدن سرودها واقعا برایش درسی شدند در انتخابی پیشش. در دور سوم آزمون حتی ثبت سرود را که باید پیشنهاد می‌نمود گم کرد. 2 روز قبل از آزمون سوم تور شدن کسل شدم، آوازو گرفتگی بود. و دیس من باید از سوم تور سرودی مادر رو می‌سراییدم. سرودی مادر رو می‌سراییدم، همون دیسک گم شد. سرودی مادر گم شد. ندونستم چه خوانم دیگه. دیس در دستم بود، غمگین بودم. فکر میکردم که مثال من هیچ کی در همون جایی غمگین نیست. رنگی من فکر نکرده ایستاده است. بخیر بچه‌ها پرسیدم، گفتن که چی سرود رو خوانم که اینجا دیگه سرود نیست، هم عشقی است. گفتن یارا که شغلونی خوان. بروی تو از بری من ای دل بری رمیده من، ای یارکی شغنانی درفتنا جانم. بعد با خود یک خلاصه برآوردم که با همراه این فرزند کار کردن نکار است و گویم که نوابسته از بیماری هم از شیم که کم ترک ناجور هستیم یک طرفه گذاشتیم و با همین فرزند کار کردیم. خیلی من در دوم تور، سوم تور، چهارم تور این یک گویم که کامیابی من بود، کامیابی خودی فرزند بود. چی بود که خیلی امروز من در فینال که گذشت یک افتخاری من است. ساربان با وجود لیاقت بلندی سراییدن داشتنش جوانی خیلی آرام طبیعت و خوشمعامله است. در میان همسالان خوش تبار آبروی احترام دارد. همراه برادران و دوستانش پیوسته مشق میکند و مهارتش را صیقل میدهد. بغرض از در جدای سند، بغرض از سندکاری، باز یک پسر عادی است، فرزند عادی است. در کوچه، در خانه، در جای جمعیتی نسبت به ساربان جان عزت و احترام نسبت به اون زیادن. بچه‌ها در کوچه در بیرون عزت و احترام میکنن. اما با چشمی ناظری تو را ندیدن، تنها با وصفی تو غزل آفریدن. از کوتهی در زی گلباغی عاشقان، گل غنچه نبوده گل را نچیدن. پس از برآمدی با موفقیت فرزند در آزمون آوازی طلایی، اکنون سبحان سیدوف برای مشق با ساربان می‌کوشد که بیشتر وقت جلو نماید.
میخواهد که دائما فرزندش در پی آموزش و کوشش باشد. برای همین امروز که تو در این راه هستی و از اون قسم‌های آوازی تا صداپردهای آوازی تو امروز مردمی تاجیکستان بسیار امید دارد. برای همه وقت شده همون چیزی که می‌سرای باید که از تهدیدی باشد. ما با این هنرمند نورس آرام طبیعت و با استعداد رونق کارهایش را خواهانیم.